من بیزنس تشکیل کردم، لیکن همه سرمایه‌گذاری من قرض است. نیمش از بانک، نیمش از مردم. حاضر در موندم. فقط کردیت بانکم رو با خراجات های خودش میپوشاند. یگان توصیه شما در کار برای از مشکلی برآمدن و پیشبرد کار. کارخانه من تلویزیونی، نقلی، فهمشه خودم در همین سطح خوب. اگر امکانیت باشد کم کم با تلفن صحبت کنیم. گوش کنید برادر عزیزم، من در حقیقت فیزیک است که اسپین نمی کنم که با تلفن شما با صحبت کنم. نیکی من گفتنی هستم که اگر شما در همین ساحه خودتون متخصص باشید، نترسید، پیشرفتن گیرید. اگر که خواست همین کارخانه شما همین خراجات بانکیتون پوشونده است و همین ساحه برفته استوده باشد، کم کم هم که رفته باشد، این خیلی خوب است. اگر کم ترم که باشد، این خیلی خوب که کردیتون پوشوند. من اگر شما دیدگی باشد در سوی همین منو بسیار در سوی گویم چشمه امید یا دیگه در سوم دائما توصیه میتیم که قرض قطعی بیزنس نکشوید. همه خیلی توصیه من دیدگی چه که بیزنس ممکن میشود، ممکن نمیشود. یکی نشود بیزنس شما، قرض گارانتی روان نمیشه شما با خراجات گران. برای ما قرض قطعی بیزنس نکشوید بهتر.